قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، بله درست فکر کردین، من و یکی از یوتیوبرهای دیگه یعنی هیربود داریم به یه دونه بچه رو از یوتیوب میندازیم بیرون دیگه، آپارات میندازیم تو آپارات. و من گفتم براش یه دونه لانگ ویدیو درست کنم و الان درست کردم و اینو بهتون بگم که این ویدیو رو من دارم الان نصف شب آپلود میکنم. اگه یکم صدام بد بود بدون خوابم میاد، هنوز مثلا خستم سر ایدیتش. الان بکن چه میدونم این کار انجام بده اون کار انجام بده، ولی ارزشش داره که بچه رو از توی یوتیوب بندازیم توی آپارات. آره خلاص آقا برو اون سر ویدیو سر لیتس گو. ببین بردیا جان، من و هیربود داریم با هم دیگه دست به یکی میکنیم. تو هم بهتره با همون اسم داشت امیرعلی بود نمیدونم چی بود، تو هم با همون دست به یکی کن. بیا حالا ببینم چی میشه. اگه خوشمون میاد از دیستون بهتون دیسپک میدیم، فعلا مهم نیستش. و آقا اول بریم سراغ شورت ویدیوهایی که ساخته که خیلی هم فن اصلا اسکوید گیمه. به عنوان مثال همچین ویدیویی واسه پیداش کنم. آها ایناشش. این ویدیو رو ساخت و گفتش که این هنگ در فصل سوم بازی مرکب بود که من اینو ازش شورت ویدیو ساخته بودم و جایش عجیبه که برای خودش هم کامنت گذاشته و تو کامنت ها با خودش داره دعوا میکنه. به خودش گفته ببین خیلی رو مخی، بعد اونجایی که گفته نه پس والا چه میدونم، بعد خودش هم کامنت خودش رو لایک کرده دیگه بچه. و بریم سراغ شورت ویدیو بعدی که آها این هاشش. ببین این شورت ویدیو اصلا نمیدونم چی بگم، این یه چیز عادیه، چیز معمولیه، یعنی واقعا چیز خاصی نیستش. اون میمه هستش که میگه ها 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 ها. خب این اومده و گفته پایان خوب توسط یکی. ببین من کاری باهاش ندارم، فقط وقتی میخوای تقلید صداش انجام بدی چرا لختی؟ چرا لختی تو؟ لختی داداش، لختی چرا؟ حداقل یه لباس بپوش بعد بیا والا. آقا بریم سراغ ویدیوهاش. اینجا گفته 2 نفره من و امیرعلی پارت 1 چیت خالص. من خودم ویدیوشو دیدم که برای حالا سماعیدگی آماده باشه. چیتر خالص ها. ما اگه بیایم این ویدیو ای بابا شارژ گوشی من داره تمام میشه بس. ما اگه بیایم تو این ویدیو دقیقه واسه پیدا کنم اینجا آنه اینجا فول شد. اینجا ما بیایم یه کوچولو عقب‌تر. آها این آجش. اینجا میگن که ما باید بریم گنج پیدا کنیم و اینا که مثلا ببین کریتیو هم نکردن و خب گنج رو پیدا میکنن توش 5 استک دایمند فول ست دایمندی. ببین موجان همچین ویدیو ببینه میکنه والا داداش چیتر خالصی. بعد یک کم جلوترش اینجا که داره وسایلشو برمیداره داداششو تو همین ماینکرافت داره همجوری داریم ببینید. حالا من این کلمه رو نمیتونم تو یوتیوب بیام بگم ولی خب همونجور که دارین میبینید آره دیگه. متاسفانه بابا الله اکبر تو شارژم دیگه. بعد اینجا وسایلشو همشو برمیداره. بعد اینجا داداششو گوش کنید ببینید چی میگه. تو کریتیو کرده بودی اون کارا کردی، یعنی آبروشو برد. اصلا نمیگفتم معلوم بود خب، ولی این بردیه با همچین داداشی داره فکر نکنم بتونه جلوی منو هیربودو بگیره. اوکی آقا بریم سراغ ادامه ویدیوشه. ادامهش چیز خاصی نیستش، بریم سراغ ویدیوهای سم دیگهش. بچه ببینید به دلیل قوانین سخت یوتیوب من نمیتونم اون ویدیو رو نشون بدم، به خاطر اینکه یه سری کلماتی هستش که من نمیتونم بگم و اگه بگم احتمالاً از یوتیوب بند بشم که آخرین ویدیوش هم هست. شما اگه بخواید میتونید بریم ببینید. اسم کانالش هم بردی گیمر استقلالیه و خب من یه سری کلماتی میخوام بهتون بگم که یوتیوب بندم میکنه دیگه خلاصه. و حالا اون کلمات هم به اسکوید گیم ربط داره دیگه، خودتون میدونید تو اسکوید گیم چه اتفاقاتی میفته. به همین دلیل نمیتونم اون ویدیو رو پخش کنم. و هیربود جان اگه داری این ویدیو رو میبینی تو هم برو ریپورتش بده این داداش گلمونو. ببینیم حالا فعلا چی میگه. فعلا حالا ریپورتش نده، من ریپورتش دارم کافیه. ببینیم فعلا دیسش به من چیه، بعدش میریم سراغ ببینیم ریپورتش بدیم.
و اینم بود از پایان همین ویدیو. اگه اون ویدیو رو میتونستم بذارم بهتر میشد و ویدیو طولانی تر میشد، ولی خب 5 دقیقه هم خوبه دیگه. و تموم شد. تا یه ویدیو دیگه با من بد